بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله خالقنا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سروران گرامی و حضار محترم، آیه 75 از سوره نساء به حضور مبارک شما تلاوت شد. الله ذوالجلال در این آیه به طور کلی دو موضوع را بیان می فرماید و این دو موضوع در ضمن جهاد اسلامی هست. جهاد اسلامی، اگر قرآن جهاد را بر مسلمانان لازم کرده، هدف اولش اعلاء کلمت الله است که نام خدا، توحید خدا، یکتا پرستی، رد شرک و بدعت و خرافات از بین بروند و کلمت الله هی العلیا قرار بگیرد و معابد، عبادت خانه ها در همه کره زمین از تخریب و از خرابی محفوظ بمانند. این هدف اول جهاد اسلامی هست. هدف دوم نجات مستضعفین، وجوب مساعدت مستضعفین، کسانی که در کره زمین مستضعف قرار گرفتند، حقوقشان ضایع شده، حق زندگیشان گرفته شده، شما اونا را مساعدت بکنید. این وظیفه دومی که در ضمن جهاد ذکر شده. بارها این آیه را به حضور مبارکتان تلاوت و تفسیر نموده‌ام و این دو هدف را بیان نموده و وظایف مسلمین را تذکر داده‌ام. کفار جهاد را فساد ذکر می کنند، اما فسادهای خود را نمی بینند. از زمانی که مسئله جهاد از مسلمانان گرفته شد
و مسلمانان را فریب دادند که جهاد تخریب بلاد و تعذیب عباد هست. شما با این جهاد شهرها را خراب می کنید، انسانها را نابود می کنید، اما خودشان با بمب اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را خراب کردند. در جنگ دوم جهانی اونایی که انسانها را کشتند که میلیون ها بلکه ده ها میلیون انسان نابود شد، اون توسط مسلمانان نبود، توسط کلمه گویان دین اسلام و امت رسول الله نبود، بلکه همون کسانی که دم از حقوق بشر میزنند و دم از آزادی و دموکراسی میزنند و سازمان‌های مختلف تشکیل دادند که ما طرفدار حقوق بشر هستیم، امونا این همه چیز را نابود کردند و انسانها را در کره زمین به خاک و خون کشیدند. تکبیر! به این علت الله ذوالجلال وظیفه مسلمانان بالاخص حکام مسلمین را مشخص نموده که شما را چه شده و ما لکم، چه شده شما را ای مسلمانان، به زبان ساده چه مرگ شما را زده است، و ما لکم، چه شده شما را ای مسلمانان که لا تقاتلون فی سبیل الله، در راه خدا نمی جنگید. جهاد اعلای کلمت الله و به ثمر رساندن توحید در روی کره زمین هست. این یک هدف. و دوم والمستضعفین، در حالی که انسانهای مستضعف من الرجال، مردها و النساء، زنان و الولدان، کودکان، اونا به خاک و خون کشیده می شوند. یکی ضعیفه، یکی مستضعفه. آیا از نظر لغت این دوتا با هم دیگر فرق دارند یا نه؟ آیا ضعیف و مستضعف یکی هست یا نه؟ اینا جدا جدایند، معنایشان فرق دارد و جدا جدا می شوند. میگن نه جدایند اینا. ضعیف اون است که خودش بی حاله، خودش حالی ندارد، خودش توانی ندارد. اما مستضعف اون طوری نیست، توان اون را دیگران گرفتند. نه حق حقوق سیاسی دارد، نه حق حقوق مذهبی دارد، نه حق حقوق زندگی دارد. همه چیز را حقوق اجتماعی، سیاسی، مذهبی، دینی، عقیدتی اونا گرفته شده و توانم ندارن که اون حقوق خود را پس بگیرن. اون مستضعفه، حق داشته اما حقش را دیگران به ظلم و جور و ستم و استبداد و زر و زور و تزویر گرفتن. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! اون مستضعفه. قرآن میگه مستضعفین، اون که حقوق اونا از اونا گرفته شده، حق ثابت اونا از دست اونا گرفته شده، حق نفس کشیدن ندارند، حق زندگی ندارند، حق صدا بلند کردن ندارند، حق اعتراض ندارند. اونا مستضعفند. ای مسلمانان، شما را چه شده؟ ای حکام مسلمین،
ای کسانی که توان دارید شما را چه شده؟ چرا حق اینا را نمیگیرید؟ تا کی چنین باشد؟ والمستضعفین من الرجال والنساء. امروز دم از حق رجال مرد میزنند، دم از حق و حقوق زن میزنند، حق از حقوق کودکان یونیسف و فلان میگویند که کودک 12 ساله حق کار ندارد، کارگری بر اون ظلم است. حالا چه جایی که دیگه ظلمها بیگاری از اون بگیرند. میفرمند والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کودکان بیتوان. امروز در سرزمین فلسطین چی میگذرد؟ کجایند وجدانهای بیدار؟ آیا چشم این عالمیان کور است؟ نمیبینند؟ گوششان کرند، گوشایشان کرند، نمیشنوند؟ وجدانهایشان در نطفه خفه شدند که درک نمی کنند کجا هستند اینا؟ مسلمانان میانمار چه حال دارند؟ و سایر مسلمین در همه جا چه حال دارند؟ نه تنها مسلمین بلکه مستضعفان عالم. انسانیت کجا رفته؟ آیا انسانیت امن هست؟ آیا حقوق بشر امن هست؟ که همه جا ظلم و ستم و جور بشود و ما بازم دم از حقوق بشر بزنیم. می‌فرمایند یقولون، میگویند من مستضعفین ربنا. این عقیده مسلمانه. در هر مشکلی، در هر سختی، در هر میدانی، در هر جا که مورد اجحاف و ظلم قرار گرفت، ربنا ورد زبانش هست. تکبیر! رجوع به طرف الله هست، رجوع به طرف خدا هست و به غیر از خدا دیگه کسی را ندا نمی کنند. ربنا میگویند ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة. دعا میکنم خدای از این جایی که قریهش یعنی اهل قریه ظالمه، القریه الظالم اهلها. خود قریه ظالم نیست، چه مکه باشد، چه مدینه باشد، چه واشنگتن باشد و چه مسکو، چه پکن و چه پایتخت چین. خود قریه ظالم نیست، اونایی که ظالمن حکام اونجا. تکبیر! تکبیر! یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. چه نکته زیبایی هست که قرآن به ما می‌آموزد. مکان ظالم نیست، مکین ظالمه. تکبیر! سرزمین الله هست. میگفته علامه اقبال الملک ملک ماست که ملک خدای ماست. تکبیر! من هذه القرية الظالم اهلها. و بعضی میگن که واجعل لنا ای رب، برای ما قرار بده من لدنک ولیا. مسلمانان کجا هستند؟ اونایی که قدرت داشتن کجا؟ اونا را خدای برای ما
پیشرو و سرپرست و توانمند قرار بده که اونا حق ما را از ظالمین بگیرن. تکبیر! واجعل لنا من لدنک نصیرا. نصرت از طرف توی الله است. نصر من الله و فتح قریب. خداوند فرموده خدایا نصرت شما را میخواهیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا. نصرت از طرف الله است. ناصر الله ذوالجلال و قادر الله ذوالجلال. وظیفه مؤمنین است که در وقت سختی و مصیبت بر ماتات اسباب عمل بکند و فوق اسباب مؤثر حقیقی الله ذوالجلال را بداند. اگر دیگران مکر و حیله دارند و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. هر کسی هر تدبیر و مکری می کند، اما الله ذوالجلال تدبیر الله ذوالجلال فوق همه مکرهاست. همه مکرها اونجا خنثی می شوند. از وظیفه مسلمانان این است که در راه خدا جهاد بکنند و جهاد فی سبیل الله داشته باشند. در تفسیر معارف القرآن نکته بسیار جالب را در ضمن امین آیه بیان فرمودند که وقتی که اوضاع و احوال زمین، محل زندگی، محیط زیست انسان برای انسان نامساعد بشود، این حق طبیعی هر انسانی هست که فریادش بلند بشود و دعا بکند که ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. پس جهاد دو هدف دارد. یکی هدف الهی است که جهاد فی سبیل الله اعلای کلمت الله است و دوم حقوق انسانها را باید احیا بکنید. حقوق انسانهای مستضعف باید زنده بشوند و از مستکبران عالم حقوق اونا را بگیرید. از حلقوم اونا حقوق انسانهای مستضعف را بیرون بیارید. تکبیر! این حق طبیعی انسانی است که هر انسانی این حق طبیعی را دارد. و هدف دوم جهاد این است از نظر اسلام که محل زندگی هر انسان مساعد با زندگی اون باشد، مساعد باشد با زندگی اون. به علت وقتی که مسلمانان به یک جایی که می رفتن اهداف جهاد را اعلان می کردن، ما نیامده ایم که شما را برده خود قرار بدهیم. ما آمده ایم اگر مسلمان شدید برادر ما هستی، حق شما مساوی با حقوق ما هست. ما برتری بر شما نداریم. عرب و عجم یکی هستند، سیاه و سفید یکی هستند. اونایی که خود را نژاد برتر و دیگران را نژاد پایین تر می دانستند همه یکی هستند. ما امتیازی بر شما نداریم. امتیاز ما با تقوا هست. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
انسانها شما از یک پدر و مادر پیدا شده اید. کلکم من آدم و آدم من تراب، همه شما از آدم هستید و آدم از خاک آفریده شده. از امتیازی بر هم دیگر ندارید. من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اگر ایل و قوم شده اید، طایفه قرار گرفته اید، این برای شناخت است، نه برای امتیازی که یکی بگوید من برتر هستم و شما پایینتر هستید. نه، همه شما مساوی هستید. چه تعلیمی است؟ تعلیم رسول الله که لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود. نه رنگ را اعتبار می کند و نه نژاد را. گفته علامه اقبال نه افغان و نه ترک و نه تتاریم، نه افغان و نه ترک و نه تتاریم، چمنزاریم و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده ای یک نوبهاریم. تکبیر! دل به محبوب حجازی بستیم. دل به محبوب حجازی بستیم. دل ما همه به رسول الله وابسته است. تکبیر! دل به محبوب حجازی بستیم، زین سبب با هم دیگر پیوستیم. تکبیر! بله، این است هدف اسلام. لا فضل لعربی علی عجمی. در دنیا 4 نژاد زندگی می کنند: سیاه پوست و سفید پوست و زرد پوست و رنگین پوست. اما این رنگ امتیاز ندارد. امتیازش با تقوای الهی است. امتیاز با تقوای. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. روز فتح مکه بلال حبشی پشت بام کعبه میرود اذان میکشد. بعضی که اون نژاد پرستی در وجودشان بود، اونا گفتند مگر پیغمبر به غیر از این کلاغ سیاه دیگری را ندید که این را گفت برو در فضای و بر فراز خانه کعبه اذان بکش. این آیه اونجا نازل شد که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. رسول الله به بلال میگوید سیدنا. خلفای راشدین به بلال میگویم سیدنا. در شب معراج رسول الله قبل از اینکه داخل بهشت برود صدای پای بلال را و کفش بلال را در بهشت میشنود. تکبیر! این است قانون اسلام.
این از حقوق بشر اسلام. حق کسی ضایع نمی شود. اگر مسلمان می شوید مانند ما برادر ما هستید و فاخوانکم فی الدین در سوره براءت یا در سوره که خداوند براءت من الله و رسوله می گوید فاخوانکم فی الدین، برادر دینی شما هستند. وقتی که کلمه خواندن امتیازی ندارید شما از هم دیگر. و اگر این را قبول نمی کنی ما نیامده ایم که انسان بکشه، ما آمده ایم که با شما صلح بکنیم. لکم دینکم، برای ما دین ما و لکم دین، دین شما آزاده. دین بزرگترین چیزی که انسان به اون نیاز دارد. حتی خدا به کفار میگه لکم دین، لنا اعمالنا و لکم اعمال. ما به عقیده و عمل دیگه کسی کار نداره. تفتیش عقاید ممنوعه. یکی از کسی تفتیش عقاید من تو چی عقیده ای داری، یا مسائل و اعمال هر مذهب و مسلکی که انجام میدهد جلوگیری از اونا خلاف قانون الهی و بشری است. تکبیر! هر کسی برای دین خودش، دینش آزاد، عقیدهش آزاد، اعمالش آزادند. در محل عبادت خودشان عبادت بکنن. قراردادهایی که مسلمانان در صدر اسلام داشتند این بوده که ما با کلیسای شما، ما به کنیسای شما، ما به معابد شما کاری نداریم. در موسم عبادت خودشان، در عبادت خودتان آزاد هستید، کسی با شما کاری ندارد. این قرارداد مسلمانان بوده. فقط در کنار ما با صفا و صمیمیت، با صلح و سازش زندگی بکنید. به مقدسات ما کار داشته نباشید، ما با مقدسات شما کار نداریم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. این قانون الهی است. لكم دینکم ولی دین. لا اکراه فی الدین. قرآن میگوید اکراه در دین نیست. هیچ کسی را نداره کسی به اجبار اون را بیاره تو مسلمان بشه، اگر نمیشه میکشم شما را. اصلا چنین چیزی در دین نیست. لا اکراه فی الدین. از اول هدف جهاد دو چیز بود، یکی اعلای کلمت الله، دوم نجات مستضعفان، و هدف دوم از نظر اسلام این است که هر کسی با عقیده خودش، از دیدگاه خودش، با آیین خودش آزادانه بتواند اعمال و اون کارهای خود را انجام بدهد و خفقان در آن نباشد. و این هدف دومی که قرآن در اینجا میگوید، اینا میگفتن ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم. اونایی که ظلم و ستم میکنن بر مخالفین و اونا را در تنگنا قرار میدهند، بر مخالفین خود ظلم و ستم را روا میدارند و اونا را در تنگنا قرار میدهند، قطعا بدانید که اون عمل فرعونی و فکر فرعونی در سر اوناست و ابو جهلی. تکبیر! فرعون ذی الاوتاد بود.
مخالفین خود را چارمیخ میکرد، شکنجه میداد. و فرعون ذی الاوتاد، قرآن این را به ما تذکر داده گفته. فرعون ذی الاوتاد بود. میگه ذی الاوتاد چه معنا دارد؟ دو معنا مفسرین ذکر میکنند. یکی اینکه شب و روز با هر ظلم و ستم و با هر نیرنگی میخواست پایه‌های حکومت خود را مستحکم بکند، و دوم اینکه مخالفین خود را چارمیخه عذاب میداد. اون حکومت فرعونی است که مخالفین چارمیخ باشند. این عقیده فرعون. ابوجهل بلال حبشی را چکار کرده بودن؟ دست و پایش بسته بودن، چارمیخ بود، سنگ روی سینهش میگذاشتن، روی شنهای داغ حجاز میخواباندن، زیر آب و تاب داغ. اون بگو احد 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 احد. اونا شکنجه میدادن. حضرت یاسر و سمیه را به چه وجه شهید کردن؟ اولین شهید اسلام یک زنی هست به نام سمیه. به نام سمیه مخالفین خود را، مشرکین مکه، طور شکنجه و آزار میدادند. هیچ کس توان نداشت که اونا را از دست اون کفار نجات بدهد. ولی میفرمان که فرعون ذی الاوتاد. و امروز حال مردم فلسطین را ما میبینیم. در همین هفته گذشته شما دیدید و شنیدید چه وضعیت مردم فلسطین داشتند. خانه‌هایشان بر سرشان خراب می شوند. حق زندگی در خانه‌ای که با دست خود ساخته‌اند ندارند. از زمین و هوا بر سر اونا بم و موشک می ریزد. هم زن و هم کودک و هم پیر و جوان، پیر مرد و پیر زن اونجا کشته می شوند. کجایند حکام مسلمین؟ یک زمین در یک کشتی بی حرمتی شد. اون زن فریاد کرد این حاکم مسلمان کجا هست که به من زن در کشتی به علت عقیده و مسلمان بودن من به من توهین می شود. همون فریادش به گوش خلیفه عباسی می رسد. من می گوید راست گفته اون زن. اگر ما مسلمانان غیرت داریم نباید به اون زن در داخل کشتی، داخل دریا توهین بشود. امروز چه توهین هایی که به زنان مسلمانان، به زنان و کودکان و مستضعفان می شود. از حکام مسلمین کجا هستند؟ نزدیک به 80 سال است سرزمین فلسطین اشغال شده. هر کسی میاد و ادعا می کند که من سرزمین فلسطین را آزاد می کنم. اما کجا شد آزادی؟ گفتند و مردند و رفتند. آمالنامه شومی اونا برای اونا بود، دفتر سیاه اونا برای اونا بود. امروز هم کسانی که زمامدار امور مسلمین هستند باید حکام مسلمین در قبال مظالم صهیونیست ها قد بلند بکنند و بایستند و بگویند شما یک مشت انسانهای ذلیل که خداوند درباره شما فرموده ضربت علیهم الذلة والمسکنه، شما به کجا رسیدید که امروز در قلب جهان اسلام می آیید و این همه خرابکاری می کنید و غربی ها و همه کفار پشت سر همون رژیم صهیونیستی هستند.
از روسش گرفته و تا بوشش و تا بلرش و تا ترامپش و تا جو بایدنش و جو ارزش ندارد، اما از فلسطین مظلوم هست و از رژیم صهیونیستی پشت سر به اونا پیمان دارند. یک روز ترامپ میاد و قدس شریف را، پای تخت معنوی مسلمانان را، پای تخت دینی مسلمانان را، پای تختی که اولین قبله مسلمانان بوده به عنوان پای تخت رژیم منحوس صهیونیستی اعلان می کند. مسلمانان چرا بی تفاوت؟ چرا بی تفاوتند؟ واقعا باید بر این عمل گریست. شب پیش خدا بگریستم و زار، الله میفرماید مسلمانان چرا خارند و زارند، ندا آمد نمیدانی که این قوم دلی دارند و محبوب ندارند. امروز دل هست محبوب نیست، ولی مسلمانان باید وظایف دارند. حکام مسلمین وظایف دارند. خدا به پیغمبر میگوید یا نبی حرض المؤمنین علی القتال، این جوانان را برای جنگ آماده کن. اینا باید برای جنگ آماده بشن. این اولین وظیفه است، این جوانان برای جنگ آماده بشوند. مرزها را باز بگذاریم که هر کسی از هر جا بنا افتاد برای نجات فلسطین باید بدون ویزا و گذرنامه اونجا بره. ولی این است اول مرزها را بشکنیم، پایبندی‌ها و زنجیرهای ملت‌ها را بشکنیم که اینا برای جهاد بروند. این اولین وظیفه مسلمانان است. یا نبی حرض المؤمنین علی القتال. ولا تنازعوا، با هم دیگر درگیر نشوند. امروز در هر جا درگیری هست. ببینیم در میان خود مسلمانان، در سوریه چه کسی با چه کسی می جنگد، در عراق چه کسی با چه کسی می جنگد، در یمن چه کسی با چه کسی می جنگد، در کشورهای اسلامی چه افرادی با هم دیگر درگیرند. یک مقطعی از تاریخ ما دیدیم مسلمانان افغانستان با نیروهای امریکایی و ناتو و انگلیس و غیره جنگیدند، اونا را ذلیل و زبون کردند. با هم دیگر نجنگیم. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. با هم دیگر تنازع نکنیم. قرآن در سوره انفال می‌فرماید فتفشلوا، پایه های شما ضعیف میشوند، بنیان شما از بین میرود و قوت و قدرت شما از بین میرود. بلکه همه شما یک امت باشید. به گفته علامه اقبال امتی بودی گردیده ای. یک امتی بودی اما گردیده ای. امتی بودی گردیده. به این سبب از هم پاشید. ما بیاییم با عقیده واحد که لا اله الا الله محمد رسول الله و هدف واحد که جهاد فی سبیل الله، با نجات مسلمانان و مستضعفان در کناری هم دیگر قرار بگیریم. و وظایف مسلمانان اول حرض المؤمنین علی القتال، دوم ولا تنازعوا و سوم
فراهم کردن تجهیزات جنگی و اقدام عملی باشد. همه ادعا میکنن، میگویند، اما به گفته علامه اقبال در مسلمان شحنی محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. تکبیر! کجایند خالدهای امت؟ کجایند فاروقهای امت؟ کجا هست صلاح الدین ایوبی که گفتن چرا لبخند نمیزنی؟ گفت من چطوری لبخند بزنم در حالی که فلسطین و مسجد اقصی در اشغال نصارا و کفار هست. صلاح الدین ایوبی لبخند بزند و قسم خورد که من فلسطین را میگیرم و خون کسی را نمیریزم. تکبیر! اونجا رفت فلسطین را گرفت، اونجا امامت کرد در مسجد اقصی. ما بیای مسلمانان رشیدی وقتی که مسجد اقصی را گرفتیم در اونجا نماز جمعه را با اقتدار بخوانیم. تکبیر! نمازهای پنجگانه را با اقتدار بخوانیم. پس این است وظایف مسلمانان که با تجهیزات جنگی و اقدام عملی وارد فلسطین بشوند. ادعا در بخور نیست. با حلوا گفتن دان انسان شیرین نمی شود، با آب گفتن انسان سیراب نمی شود، با غارمان گفتن انسان غارمان نمی شود. باید عملا غارمان باشد، عملا اقدام بکند و بس. ولی مسائلی بودن که گفتم مسلمانان میانمار همون گرفتاری ندارند. امروز مسلمانان میانمار را میخواند که اصلا به طور کلی نابود بکنند، روهینگیا را به طور کلی نابود بکنند. کجاند مسلمانان ایغور در چین نابود می شوند؟ از 80 میلیون جمعیت که داشتن الان به 25 و 30 میلیون رسیده. اینا چی؟ مگس و پشه بودن به آسمان پرواز کردن یا کرم خاکی بودن زیر زمین رفتن؟ این حکومت منحوس چین کمونیست خبیث اونا را نابود کرده. چرا صدای مسلمانان بلند نمی شود؟ چرا فریاد مسلمانان عادی که شجاعند، غیرتمندند، اما حکامی بی بخار کجایند؟ ولی اینا مسائلی بودن که قابل ذکر و گفتن بودن. در گذشته آخوندهای فروزش را تسلیت میگویم به جامعه مسلمین و بالاخص مردم ترکمنسارا و استان گلستان و به ویژه اعضای خانواده و طلاب و ارادتمندان خودش. و این ضایعه بسیار بزرگی بود. توصیه دیروز داشتم به اتحاد علما و انسانها و یک دیگر را گفتم یکی قدر علما را بدانید، ناقدری ما شاید علما را یکی بعد از دیگری از دست ما میگیرن، ناشکری ما شاید علما را از دست ما میگیرن، جای یکی خالی می شود. و در 2 سال اخیر خیلی علمای زیاد را در اینجا و در سایر مناطق اهل سنت نشین از دست دادیم. باید گریه بکنیم، زاری بکنیم
خدای علما را از ما نگیر، علمای حقانی ربانی شجاع حقگو را از ما نگیر. تکبیر. و یک دیگر را تخریبم نکنند. برای یک مسئله جزئی من دیروز اشاره کردم که یک مسئله جزئی اگر یک کسی مطابق مذاهب اسلامی یکی رفع یدین می کند، یکی نمی کند، یکی آمین بالجهر می گوید، یکی نمی گوید، یکی تسمیه را بالجهر می گوید، یکی خفیتا می خواند، اینا مسائل جزئی بودند که از صدر اسلام در مذاهب اسلامی بودند. با این مسائل جزئی یک دیگر را تخریب و نابود نکنیم. در میان آل سنت قطعا این را مطالعه بکنید، ببینید که در عقایدشان هیچ اختلاف وجود ندارد. تکبیر. هیچ اختلاف وجود ندارد. همه اعتقاد درست به توحید دارند، اعتقاد درست به رسالت دارند، اعتقاد درست به معاد دارند، اعتقاد درست به سنت رسول الله دارند، اعتقاد درست به احترام ازواج و اهل بیت رسول الله دارند، به اعتقاد درست به احترام صحابه کرام دارند. و اگر کتابای علم کلام را، عقاید را بخوانید، اختلاف در عقاید اهل سنت وجود ندارد. پس برای مسائل جزئی نباید دیگر را تخریب بکنیم. دیروز توصیه من این بود که آخر جنازه را آوردند و نتوانستم این مسائل را من بیان بکنم. اگر افراد برداشت بدی کردند، نه، ما همه ما آل سنت هستیم. آل سنت اعتقاداتشان هیچ فرقی با هم دیگر ندارد. مولانا شیخ الاسلام صحبت میکرد، به چند تا مسئله را من سوال کردم، من گفتم نه ناجایزه. یکی میخواست که من سرگرم بکنن، دیگه طرفی گفت که عقاید این به اصطلاح وهابیا و سلفیا و حنبلیا همین است. گفتم ما اعتقاد آل سنت یکیه، در عقاید ما با هم دیگر اختلاف نداریم. که در مسائل جزئی یکی دست را اینجا میبندد که اینجا میبندد، اون مسئله جزئی ما با اون دیگه کاری نداریم. در دین اسلام دموکراسی است. هر عالمی، هر امامی یک برداشتی از یک روایت کرده، مطابق همون برداشت خودش عمل خود را انجام میدن. اما در اعتقادات آل سنت امت واحده اصلا هیچ اختلاف. تکبیر. بله، امروز یا 17 مرداد روز خبرنگار هست. خبرنگاران را من همیشه توصیه می کنم، چه حضوری می بینم اونا را، چه در غیاب. من یه خبرنگار اول باید شجاع باشد، شجاعت داشته باشد، خبری را که می بیند از هیچ گروهی، از هیچ قدرتی نترسد، اون را گزارش بکند. تکبیر. خبرنگار باید شجاع باشد، از کسی امید و هراس داشته نباشد. همونطوری که سعدی می‌فرمایند یک مسلمان میگه موحد شو در پا و ریز زرش، هرچی پول دون بدهید، چه شمشیر هندی نهی بر سرش. گویا این شمشیر شما را میکشم اگر مطابق میل من صحبت نکردی. یا این پولها را بگیر و چی نگو، حق سکوت به اون بده. امید و حراسش نباشد ز کس، بر این است بنیاد توحید و بس. تکبیر. یک خبرنگار را تهدید و تطمیع از وظایف خبرنگاریش منحرف نکند. این اولین وظیفه خبرنگار است.
دوم صداقت داشته باشه، واقعیت ها را درست که شنیده اطلاع رسانی بکنه. سوم امانت دار باشد، با امانت اون خبر را برساند. و خبرنگار آزاد است، آزاد مرد باشد، خبرها را آزادانه به مردم برساند. خبرنگار آزاد مردم باشد. تکبیر. و خبرها را همونطوری آزادانه به مردم برساند. اینا چیزهایی بودن که در ذهن من آمدن. وظیفه خبرنگاری این است. الله عزوجلال به همه خبرنگاران ما توفیق بدهد که اونا آزادانه با صداقت، با شجاعت، با امانت خبرها را به مردم برسانند و از هیچ ارگانی و از کسی نترسند، برای هیچ کسی رو در واسطی نداشته باشند، خیانت ها را آشکار بکنند. هر خیانتی هست اونا را بازگو بکنند. وقتی که خائن بداند که خیانت هایش بازگو می شوند، اون جرأت خیانت را به خود نمیده. جرأت خیانت را به خود نمیدهد. میداند که مشت من باز می شود و این خبرنگاران من را رسوا می کنند و این رسوایی من عالمی می شود. وقتی که عالمی شد دوباره دیگه جای زندگی برای اون مشکل می گردد. از اون اول بهوش به طرف اعمال خود می رود. جزاکم الله خیر. یک الحمد و